امروز 12 دکبر است و شما برنامه خبری رادیو ازودی رو مستقیما تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. در روبروی شما عزیزان سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع روز. بانک ملی ساعت کوری نقطه‌های خدمت‌رسانی را در تاجیکستان دراز کرد. ساکنان در داخل و مهاجران در روسیه هنوز هم سرسانند. یا جریمه می‌سپاری یا به شعبه میبریم و یا چگونه عکسبرداری از арчаи солинавии به روزنامه‌نگاری آزیا پلوس مشکل زا شد. همچون ژورنالیست او را سر گرفت و کار خود برسد، لیکن همراهانов در نوبت خود ایستادگاری میکرد که گویا من арчаи солинавии را غیرقانونی عکس برداشته باشم. زن توجیک مادر 4 فرزند نابالغ است از شرکت ایرانی تقاضا دارد نفقه شوهر هلاک شده اش را بدهد. ما ایران بیایم میگذرانیم پولتون هم میگذرانیم تا این روزه اینا 15 ماه میشه نیامدن. بینندگان عزیز، این عکسی رو که حالا میبینید تصویر معمولی نقطه های بانکی تاجیکستان در بیش از یک هفته اخیر شده است که روز 11 دکبر کاربران از ناحیه 5 بر رادیوی ازودی فرستادند. آنها میگویند چند روز است که پولهای انتقال یافته طریق نظام 9 رقمه یعنی زلاتای کرونا یا کانتاکت و 12 رقمه یعنی یونیستریم رو گرفتن نمیتوانند. نوار را که میبینید نوبت برای گرفتن پول است که از روسیه به ساکنان ناحیه 5 تاجیکستان فرستاده شده است. ولی اکثریت به پول به خانه برگشتند چون بانک ها با اشاره به نبودن علاقه مستقیم با شبکه های انتقال مبلغ از دادن پول ارسال شده به آنها سرپیچی میکنند. چی نیست؟ مشکل انتقال پول که در تاجیکستان ساکنان را سرگردان کرده است در خود روسیه هم وجود دارد. در نواری که از ایستگاه متروی کییفسکی شهر مسکو امروز 12 دکبر به ما فرستاده شد نیز دیده می شود که شرکت یونیستریم درهایش بسته است. به قول مؤلف نوار، شرکت از مشکلات تکنیکی خبر داده نه مبلغ قبول می کند و نه آن را باز پس می دهد. نه خالقان مجدد رسم روی کاغیان سن نگذشت سر میگن. چون اشتیان که کار نکسته. با تکنیکی پریچین میگه کار نمیکنه. سرگردانی مهاجران کاری تاجیک در روسیه و پیوندان آنها در تاجیکستان برای انتقال و گرفتن مبلغ بعد آن شروع شد که بانک ملی روز 3 دکبر مرکزی پولگذرانی یگانه را در جمهوری فعال کرد. بعد این شبکه زلاتای کرونا که طبق آمارها 80% مهاجران طریق همین شرکت پول انتقال میدادند در تاجیکستان از کار باز ماند. این شرکت به مرکز پیوست نشده است. به فرق از یونیستریم و کانتاکت که به این مرکز شامل شده و بانک ملی از ساکنان خواست توسط همین دو نظام داد و ستدی پولی کنند. اما ساکنان میگویند از این شرکت ها نیز پول خود را گرفتن نمیتوانند و میخواهند فعالیت شبکه زلاتای کرونا از نو راه اندازی شود. زیرا بسیاری از کاربرانی که با این شبکه و تاجیکستان پول میفرستادند میگویند آنها توسط نرم افزار تلفن دستیشان پول ارسال کرده بودند و اکنون نمیتوانند پول خود را دوباره بازپس بگیرند و یا نزدیکانشان آن را از تاجیکستان دریافت کنند. این برای ما خیلی خوب بود، یک چیز عادی تری ما با تلفن میگرفتیم های میکردیم. اینجا بچهای تاجیک هستن که تا 200,000 های کردن در بانک چرا زلاتای کرونا بعد دوباره برای بی ابران گردونا میگود که دکومنت پیشنهاد کنید و دکومنت نداره، دکومنت نکرده است با کی ضرر کرد بازم مردم خودمون. این گفتگوزارها در حالی است که بانک ملی امروز اعلان نمود دوامناکی روز کاری مرکزهای خدمترسانی درازتر کرده شد تا ساکنان مبلغ‌های خود را سری وقت بگیرند. این اقدام موقتی بوده. به قول مسئولان بانک شهروندان می توانند مبلغ‌های انتقالی خود را همه روزه تا ساعت 19 قبول و یا ارسال نمایند. همزمان این بانک میگوید بعد راه اندازی مرکزی یگانه پولگذرانی صورت حساب‌های بانکی در کشور افزایش یافت. از جمله اهالی کشور بیش از 32,000 کارت‌های پرداختی بانکی دسترس نموده است، در حالی که این نشان دهنده قبلا 25,000 کارت‌های پرداختی در یک ماه را تشکیل میداد. در روسیه موافق آمارها از نیم تا 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک کار میکنند و به حساب میانه درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پول است که مهاجران میفرستند. بنابر آمار آخرانه که مقامات اعلان کردند، مهاجران کاری تاجیک تا ماه نوامبر سال روان تنها از روسیه بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. عکسبرداری арчаи солинавии به یک خبرنگاری азия плюс دردسر آفرید و باعث کشمکش با نمایندگان مقامات قدرتی شد. در دوربین خبرنگار افتادن کارمندان امنیت و میلیسا با آنها خوش نآمده است. کار تا جای رسید که کارمند میلیسا می‌خواست روزنامه‌نگار را برای حقوق ویرانکنی موجود نبوده جریمه بندد. سرانگیز نوروشو و امردین اولیموف با اصل قضیه آشنا شدند. موسی باباحاجیف که هر روز برای خبرگزاری азия плюс خبر می نویسد امروز خودش خبرساز شد. این خبرنگاری جوان میگوید فکر نمیکرد که یک موضوع تصویری درباره ارچه ها در شهر سبب بازپرسی چند ساعته و بحث میلیسا ها با او می شود. دیروز من بازپرسی редакция برآمدیم و арчаи солинавие که در دوشنبه گذاشته شدند یک صورتگذاری آماده کردنی بودیم. همه арча ها را گرفتیم بغیر از арчаи که در نزد تئاتر اپرا بالت نصب کرده شده است. وقتی که اونجا арча را من عکس می گرفتم ناگهان با همون صورت کارمندان مقامات هم افتیده بودند. بعدا یک نفر با لباس ملکی خودش را آمده کارمند امنیت شهری معرفی کرد و خواهش کرد که صورت را پاک کنم. بعدا من گرفتم چند صورتی که اونها بودن پاک کردم. او گفت می توانی روی. بعدا من دو سه کادری دیگر گرفتم арча را که ناگهان بعد کارمند میلیسا که همونجا ایستادگی بود به نزد خود مرا جیغ زد و گفت تو به نظر من آدم شبهناک می‌نمایی، برای چه ما رو غیر قانونی اومده арча را صورت گرفتی، ما تو را جریمه میکنیم. خبرنگار میگوید با وجود تازه کردن عکس کارمندان مقامات از دوربینش میلیسای نزد ارچکی خود را خدایداد همراه خانوف یاردمچی ناظر منطقوی ناحیه شاه منصور معرفی کرد. او را جواب نمیداد و میگفت که به شعبه میبرد و بازپرسی و جریمه میکند. فهمید که من سو نمیتونم و فکرم اگر نخواهی گفت میتوانیم تو را جریمه مأموری کنیم و 110 سومانی برده با کسی امانتبان میسپاری با یک همراهی کارمند ما. من گفتم در کدام اساس من برده اونجا میسپارم. گفتم که بعدن گفت بر همون اساس که مینویسیم تو سیگارت کشیدی، نوز کشیدی، اینجا یگان قانون ویرانکنی دیگر کردی. در ثبت اودیویی هم که موسی از جریان بازپرسیش نشر کرده است، کارمند میلیسا میگوید او شبهناک به نظر میرسد و تاکید میکند که عکسبرداری میلیساها در حالت یکجا بودن آبروی دولت را پایین میبرد. تنها بعد تماس با نمایندگان ریاست و وزارت کارهای داخلی موسی باباحاجیف از بازپرسی آزاد شده است. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بحث و واکنش‌های تندی را به بار آورده است. اکثریت از عمل میلیسا برای مانع شدن به کار و عکسبرداری خبرنگار انتقاد کردند. من میفهمم که فرض کنیم مقامات حفظ حقوق نماینده‌اش مانده است، چون که بعضی خرافات پرستا هستند، بعضی گروه‌های معین هستند که جشن سالینوی و آراستن арча را همچون ارزش دینی بیگانه و تمدن و فرهنگ بیگانه محکوم میکنند و احتمالیت صادر نمودن یگان عمل غیر حقوقی یا غیر قانونی وجود دارد. ولی وقتی که ژورنالیست طبق دستور نشریات یا واسطه اخبار دیگر عمد است و سندهای و حجتهای شخصیتش مقرر کننده را دارد و این арча یگان سیر و اسرار دولتی نیز ندارد و از نقطه نظر امنیتی نیز یگان مشکلات نیست، نباید مقامات حفظ حقوق مانع ایجاد کنند. در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند این حالت تحقیق می شود و از میلیسایی که خبرنگار را بازپرسی کرده است بیانات گرفته شده است. اما آنها در سر زدن این حالت خودی روزنامه‌نگار را هم عیبدار می‌دانند که بدون حجت تصدیق کننده شخصیت کارمندان میلیسا را عکسبرداری کرده است. موسی باباحاجیف میگوید در واقع در آن لحظه با خود حجت نداشت، اما بعد سر زدن بحث با میلیسا نزدیکانش سندهای او را آوردند. نزد арчаهای بزرگ در شهر دوشنبه هم ساله 1 یا 2 کارمند میلیسا دیده میشد، اما امسال به نظر میرسد نماینده از چند مقامات اطراف арчаهای کلان را نظاره میکنند. آنها طوری ما مشاهده کردیم با شهروندان عادی کار ندارند و آنها میتوانند عکس و سلفی بگیرند، اما افرادی که با دستگاه‌های کسبی یا دوربین ها میخواهند арча را نوار یا عکس بگیرند حتما پرسیده میشوند، نام و نسبشان نوشته میشود از جانب نمایندگان مقامات. مقامات وزارت امور داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از سوختار و حادثه های ناخوش و خللدار نشدن فضای خوش سالینوی در نزد арча های کلان شهر ستادهای بین اداروی گذاشته شده و نظارت میکنند.
хабарнигорони мо дар Душанбе таҳқиқи ин қазияро пайгирӣ доранд ва агар таҳолоте дастрас шуд ҳатман шуморо огоҳ хоҳем кард ва ҳоло ба як огаҳӣ таваҷҷӯҳ кунеду сипас хабаре дорем аз сӯхтор дар ноҳияи Айнӣ. бале кӯмаки шумо кори моро осон мекунад. шаби гузашта як бинои истиқоматӣ дар деҳаи саратоғи ноҳияи Айнӣ ба коми оташ рафтааст. корбаре бар радиои Озодӣ аз лаҳзаҳои оташ гирифтани ин бино видеое фиристода гуфт ин мактаби деҳа аст ва шабона оташ гирифта то субҳ хокистар шудааст. дар навор дида мешавад ки алангаи оташ ба ҳаво мепечад ва касе барои хомӯш кардани он талош намекунад ва субҳ бинои якушона ба хокистар табдил ёфтааст. мақомоти маҳаллӣ гуфтанд ҳуҷраҳои ин бино дар солҳои пеш ба ҳайси синфхона истифода шуда хонандагон онҷо дарс мехонданд, аммо ҳоло он як бинои коҳнаву фарсуда аст ва касе дар онҷо зиндагӣ намекунад. мақомоти тафтишотӣ сабаби оташсӯзиро дар бинои собиқи мактаби деҳаи саратоғ расиши ноқилҳои барқ гуфтанд, вале хисороти расида муайян нашудааст. як хонавода дар ҷануби Тоҷикистон шикоят мекунад наздики 1.5 сол мешавад аз нафақапулии фарзандонаш бенасиб аст. маблағи нафақаро бояд ширкати ба онҳо пардохт мекард ки саробони оила дар онҷо кор мекард ва зимни фаъолият ҳалок шуд. модари танҳо ки соҳиби 4 фарзанди ноболиғ аст мегӯяд бо аз даст додани таъмингари хонавода мушкилоти зиёд домангири онҳо гаштааст. гузориши маҳмуҷон раҳматзодаро мумин аҳмадӣ тақдим мекунад. сафаргул саидова сокини 10 солаи ноҳияи муъминобод орзуи пулис шудан дорад. ин ҳаваси кӯдакона бар сари сафаргул пас аз марги фоҷиавии падараш омад. ӯ мехоҳад бузург ва низомӣ шавад то гунаҳкорони марги падарашро пайдо ва муҷозот кунад. дохил мешам, аввал мехонам, дохил мешам, бисёр баъд ками ҷой командири чизи дар кумаш ва ҳама чизда. сафаргул ҳанӯз намедонад ки падараш дар ҳодисаи тасодуфӣ дар сохтмони нерӯгоҳи роғун ҳалок шудааст. падари сафаргул довуд саидов ба сифати таркишгар дар ширкати эронии собир дар нерӯгоҳи роғун кор мекард. соли 2012 буд ҳамин ҳодиса шид. шавҳарам дар роғун кор мекард, хеле таркишгар кор мекард. ҳамин ҳолати корида чӣ хеле шид ки хак амри тақдир худаш санг меғалта хеле мечиқаш. пас аз марги шавҳар зулайхо бо 4 духтари ноболиғаш ба хонаи бародар омад ва дар як утоқи нимвайрон зиндагӣ мекунад. ширкати эронии собир кордиҳандаи шавҳараш барои фарзандони ноболиғаш ҳар моҳ ба ҳар нафар 300 сомонӣ нафақа таъин кард. аммо 15 моҳи ахир бо сабабҳои номуайян ин нафақаи фарзандонашро пардохт накардааст. این خیلی تلفن‌های گفتگیم فقط مدام چی میشه که ایران اومدگی نیست، همون ایران بیایم میگذرونیم، پولتونم میگذرونیم تا این روزا اینا 15 میشه نیومدن. زلیخا به خاطر تأمین خود و فرزندان نابالغش گاه در بازار گاه در آشخانه‌ها هر گونه کار از جمله طبقشویی میکند. کسی دیگر ندارد که در تأمین تربیت فرزندان برایش کمک رساند. زلیخا میگوید هر 4 فرزندش آرزو دارند که بعد ختم مکتب تحصیل را ادامه دهند و صاحب کسب شوند. اما با چنین شرایط مشکل روزگار باور ندارد که این آرزوهای فرزندانش را عملی کند. و دادگاه عالی توجیکستان حکم اکثر متهمان با اشوب در زندان وحدت را اعلان کرده است. دادگاه آنها را به 16 ماده کودکس جنایی از جمله تروریسم، افراطگرایی و کشتار عیبدار دانسته است. اما خود متهمان و نزدیکانشان حکم را ناعادلانه می‌دانند. در اشوب زندانی شهر وحدت که آخر ماه می رخ داد 32 نفر با شمول 3 زندانبان به هلاکت رسیده بودند. بینندگان عزیز، با تشکر از یکایک شما که تا این ثانیه‌ها ما رو تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و گزارش‌های جالب رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت ما شما رو در نوید بامدادی منتظر میشویم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.